پیش میدونستی در سایه عشق بزرگ مولانا چه کسی قربانی شده؟ دختری به نام کیمیا، دخترخوانده مولانا، معشوقه پسرش و شاید قربانی خاموش یک رابطه عارفانه که بین مرید و مراد در جریان بوده. کتاب کیمیا دختر مولانا به قلم نویسنده و شاعر مصری ولید علاءالدین و با ترجمه آقای کریم اسدی اصل روایت دخترخوانده مولانا هستش که در خانه مولانا بزرگ میشه و دل به علاءالدین پسر مولانا میسپاره و دست سرنوشت اون رو به دست شمس تبریزی میرسونه و در نهایت ازدواجی بین اینها اتفاق میفته، بین یک دختر 25 ساله و یک مرد 60 ساله، اون هم به خواست مولانا. از نکته‌های برجسته این کتاب میتونم اشاره کنم به اینکه یک روایت شاعرانه و تخیلی از زبان کیمیا هستش. یک نگاه متفاوتی به رابطه شمس و مولانا رو ما در این کتاب میخونیم. نامزد جایزه ادبی ساویرس در سال 2021 بوده و چی بهتر از این که نشر مروارید اون رو چاپ کرده و حالا چاپ ششمه. از اونجایی که مولانا اشعارش و ادبیات و جهانبینیش توی زندگی ما ایرانی‌ها جاری و ساری بوده و اگر به داستان‌های عاشقانه علاقه دارید کیمیا رو بخونید و این کتاب صدای دختری هستش که قرن‌ها خاموش مونده و خب الان وقتش نیست که این صدا شنیده بشه.